به جلسات پیانو دیبا خیلی خوش اومدید. اگه دوست دارید نوت این آهنگ و همینطور آهنگ‌های متنوع دیگر رو هم داشته باشید، میتونید از طریق کانال تلگرامم که لینکش رو داخل کپشن هم گذاشتم تهیه کنید. و همینطور اگه دوست دارید مجموعی از آهنگ‌های مختلف رو از سطوح آسون به سخت داشته باشید، میتونید کتابم رو از طریق آمازون تهیه کنید. و همینطور اگه علاقه دارید که آهنگ‌هایی که نواختم رو بشنوید، میتونید وارد کانال اینستاگرامم بشید و آهنگ‌های مختلفی رو که زدم رو هم بشنوید. خب با هم دیگه شروع کنیم و درس جدید رو یاد بگیریم. این جلسه میخوایم آهنگ رومئو و ژولیت رو یاد بگیریم که درخواستش رو داده بودین. منم هم نوتش رو تنظیم کردم و داخل کانال تلگرامم گذاشتم، هم ویدیوی آموزشیش رو درست کردم. 3 تا علامت سرکلید داریم: سی بمول، می بمول و لا بمول. یعنی سی، می و لا تو کل این قطعه بموله، مگر اینکه یه جایی علامت بکار داشته باشه که نداره. و اگه علامت عرضی هم داشته باشیم، مثلا یه جایی توی این قطعه ر بمول هم داریم، به علامت سرکلید نیست، یعنی ر ها رو قرار نیست بمول بزنین، مگر اینکه یه جایی به شکل اکسیدنتال مارک توی قطعه ظاهر بشه. خب اول از دست چپ شروع میکنم و این صفحه رو فقط با دست چپ میخوام بزنم. اولش اینه، یعنی دو سل می سل می، بعد سل ر سی ر سی، دوباره دو سل می سل دو، سل ر سی ر سی ر سی ر، لا می دو لا. اینجا رو دقت کنین به انگشت گذاری که کردم. اول با 5 که لا بمول رو میزنم، من دیگه نمیگم لا بمول می بمول، دیگه میدونین دیگه علامت سرکلید وقتی که لا بمول و سی بمول دیگه من میگم لا می. لا می و با انگشت 2 1 میاد نوت 2 رو میزنه، بعد 3 نوت می رو، به خاطر اینکه دستتون اگه خیلی باز نمیشه خیلی سخت نباشه. دو می دو می دو می، سل ر سی ر سی ر سی ر، فا دو لا دو لا دو لا دو، دو سل می سل می سل می سل، سل ر سی ر سی ر سی ر. حالا دست راست انگشت 1 رو نوت 2 هست، دو می ر سل، اینم که خط اتحاده، سل سی سل دو، دو سی لا سی، سی لا سل فا، سل فا می فا سل، دو می ر سل، سل سی سل. حالا میخوام شمارشش رو کار بکنم. ببینید 2 تا میزان اول که دست چپ شمارشش خیلی واضحه، 1 و 2 و 3 و 4 و، پس من به هر کدوم از این چنگ ها میتونم بگم یا 1 یا و اما دست راست ما میتونیم البته جور دیگه هم بشماریم، مثلا به هر چنگ بگم 1 2 بعد بگم 3 4 1 2 3 4. برای کسایی که با شمارش دولا چنگ یه مقدار مشکل دارن و بهتره هر دولا چنگ رو 1 ضرب حساب بکنن، یعنی هر دولا چنگ بشه 1 2 3 4 این شکلی بشماریم و به هر چنگ بگیم 1 2، پس هر سیاه میشه 1 2 3 4 این شکلی. اما جور دیگه هم میشه شمرد. میزان سوم خط اول رو میخوام بزنم، 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و همینطور الی آخر. حالا اگه با اون مدل بخوام بشمارم میشه 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. خب باید تندترم قاعدتا شمرد دیگه، اون مدل متفاوته با این. خب حالا 2 دستی میخوام بزنم.
با شمارش. میدونید دیگه شمارش خیلی مهمه. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 3 و 4 و 1 و 2 و 3 حتی موقع شمارش میتونین این شکلی هم بشمرین. مثلا الان من میخوام همین میزان رو بزنم، میزان آخر خط سوم، 1 و 2 و 3 و 4 و پس ببینین این دوتا با هم میخورن، بعد چپ بعد راست، این مدلیه. خب حالا صفحه بعدی دست راست، انگشت دو میاد روی نوت دو، دو دو فا فا ره، سل می ره دو سی می ره دو سی سی دو. یک میاد رو می، می سل می فا سل لا فا سل می فا ره می دو ره سی. حالا دست چپ، لا می دو می دو می دو می فا دو لا دو لا دو لا دو، سل ره سی ره سی ره سی ره دو، سل می سل می سل می سل، سل ره سی ره سی ره سی ره دو، سل می سل دو. بعد انگشت دو از روی انگشت یک رد میشه، ولی لطفاً دستتون رو این شکلی نکنین. واقعا لازم نیست که مچ یا ساعدتون رو اینقدر بخواین تکون بدین. با حالت کشویی هم میتونین رد کنین. می سی می سل سی، سی فا سی ره فا فا دو فا لا دو. با انگشت سه هم میتونین بزنین این رو، و با انگشت دو هم همینطور. یعنی این شکلی میشه زد، فا دو فا. لا رو با سه میزنم یا لا رو با دو دو. خب حالا بعدی دو سل دو سل دو می سل، بعد ره بمول ره بمول لا ره فا لا. فقط تو این میزان ره بمول بود، پس اگه میزان بعدی ره دیدین نباید بمول بزنید. لا می لا دو می سل ره سل سی ره. قبل از اینکه بخوام دو دستی بزنم یه توجهی داشته باشیم به خط دو میزان اول و ببینید چه اتفاقی برای دست راست میفته. دست راست اینجا یه تریوله داره. من قبلا تریوله رو توی سرنات هم فکر میکنم آموزش دادم، ولی اینجا هم باز میگم تریوله یا 3x2، یعنی 3 تا چنگ رو تو دل 2 تا چنگ میخوایم جا بدیم. حالا این تریپلته. تریپلت یعنی این که ما 3 تا چنگ رو، هر 3 تا چنگ معادل یه دونه سیاهه. معمولا هم یه 3 می نویسن و حالا اینجا تایپ نشده، ولی یه خط منحنی از بالا یا پایین این 3 تا نوت رد میشه. پس وقتی این علامت 3 رو میبینین یعنی کل این 3 تا معادل یه دونه سیاهه یا 2 تا چنگه. قبلش یه تمرین بهتون بدم، حالا اگه توی سرنات هم شما این قسمت رو ندیدین، این شکلیه تمرین. روی سطح صاف با هر دو تا دستتون بزنید، بعد دست راست چپ راست. پس ریتمش به این شکل میشه، با هم راست چپ راست، با هم راست چپ راست، بام بارا بام بام بارا بام.
خب اگه میخواین این رو تمرین بکنین یه بار رو سطح صاف تمرین کنین، بعدش حالا دو دستیش هم به این شکل میشه: با هم راست چپ راست، با هم راست چپ راست. خب پس دیدین چه اتفاق افتاد؟ حالا دو دستیشو میخوام بزنم. حالا صفحه بعد انگشت 3 نوت دو رو میزنه، دو. حالا اکتاو میخواد دو رو بزنه و تا یه قسمت داره اکتاو میزنه، دو و دو، نوت‌های دابل نوت: دو می ره سل، سل سی، سل دو. همه اون اتفاقات داره میفته. اما لطفاً ویدیو اکتاو من رو که توی یوتیوب گذاشتم نگاه کنین که بتونین راحت بزنین. چشمتون باید یاد بگیری که چه شکلی اول چشمتون کلاویه رو پیدا کنه و بعد دستتون حرکت کنه. اما یه نکته‌ای رو بهتون بگم، یه تکنیک خیلی مهم برای زدن اینجور اکتاوا: دو می ره. حالا ره قراره بپره بیاد روی این سل. اول دستتون رو بیارین، اصلا مهم نیست کجا بیاد، ممکنه بیاد رو فا، ممکنه بیاد روی می، ولی مهم اینه که اول پرتاب دست رو بتونین انجام بدین، از اینجا به اینجا حرکتش بدین که یاد بگیره دستتون اول حرکت کنه. خب حالا وقتی یاد گرفت حرکت کنه، حالا مستقیم بیارینش رو سل. دستتون هم فریز نگه دارین، یعنی این فاصله باید هر جای پیانو که حرکت میدی همین فاصله باشه. اینجا بیارین بعد فا و فا رو بزنه، اینجا بیارین بعد لا رو بزن. و حالا از اینجا انگشت 1 رو بیارین رو سل، دستتون هم فریزه، خود به خود پنجتون باید بیاد روی این یکی سل. به همین سادگی. خب پس شد و الی آخر. دست چپش چیه؟ دست چپش هم به همون شکله. یه علامتی که اینجا من تو حالا قسمت قبل ترم بهش اشاره نکردم، گذاشتم آخر بگم، ولی اینجا میگم، علامت فرمات هست یا فرمات ها، که یعنی بیشتر از حد معمول اون نوت رو نگه دارین. اگه حد معمولش 2 ضربه، شما مثلا 3 ضرب نگه دارین، 4 ضرب، یه کوچولو بیشتر کش بدین اون نوت رو. خب حالا پس این شکلی میشه: خیلی سرعت آروم. یه نکته‌ای که باید بهتون بگم اینه که اگه نتونستین این قسمت رو بزنی، هیچ ایرادی نه، اسکیپش کنین، برین سکشن بعدی رو کار کنین، یا فقط با دست راست به شکل اکتاو نزنینش، یعنی همین شکلی بزنین.
یعنی پس دیگه اکتاو میتونین اجراش نکنین. ترجیحاً آهنگ رو به هر قیمتی کار نکنین، یعنی فکر نکنین که من این قطعه رو باید همون طوری همون شکلی انجامش بدم ولو به قیمت اینکه بد اجرا کنم یا ریتمش رو خراب بزنم، ولی ببینین من میتونم اکتاو بزنم. حالا سعی کنین که متناسب با لولتون قطعه رو کار بکنید، یا اگر نه قسمتیش براتون سخت هست به دستتون فشار نیارین، مثلا مشت درد نگیرین، دست درد نگیرین، کف دستتون اذیت نشه یا انگشتاتون درد نگیره، درد بدی نگیره. خب پس این قسمت هم از این. حالا میریم صفحه بعد. صفحه بعد این قسمتش رو 2 دستی میزنم ببینین. خب این چیه؟ arpeggiated chord یا rolled chord، یعنی دو می بمول سل دو رو به صورت آرپژ بزنین ولی تند و نگهش دارید. خب حالا ادامه. سل می سل، سل سل لا لا، لا سی سل سی، سی سی دو دو، دو دو سی لا سل فا سل. این دو سی لا سل هم که میدونین همون تریول است. حالا همون اتفاقی که افتاد میره یه اکتاو بالا میفته، بام بام با بام. همینه دوباره تکراریه، پس من دیگه تکراریاشو نمیزنم. حالا دست چپ چی؟ دست چپ توی این صفحه از میزان دوم، چون میزان اولو که 2 دستی زدیم تموم، 5 2 رو میزنه، 2 هم سل رو، و حالا دست بلند میشه با 1 و 2 نوتای دومی رو میزنه و سل. دو می سل، دو می سل، لا می لا دو می، لا دو می، سل ره، سی سل سی ره، سل سی ره، سل سی ره، فا دو فا لا دو، لا می لا دو می، دو سل می دو می دو. دست بلند میشه، انگشت 1 رو میذارم روی نوت 2. خب حالا بقیهش سل ره سل سی ره، لا می لا دو می، سل ره سل سی ره، فا دو فا لا دو، دو سل دو می سل، بعد سل ره سل ره. 2 دسته از اول همین صفحه میخوام بزنم. و صفحه آخر دیگه، صفحه آخر رو دست چپ رو میخوایم کار کنیم. 5 و همه اینا 5 و 1. لا می لا می فا دو فا دو، سل ره سل ره سل دو سل دو سل ره سل ره، دو می سل می دو. صفحه آخر میخوام 2 دستی بزنم. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 3. حواستون باشه ما یه ریتارداندو هم داشتیم، یعنی بعد آروم آروم هی سرعت هم کم بشه. امیدوارم که از این محتوای آموزشی استفاده کرده باشید. اگه این محتوا براتون مفید بود و دوست داشتید میتونید کانال من رو سابسکرایب کنید، همینطور علامت زنگوله رو هم بزنید که به محض اینکه ویدیوی جدیدی اومد ازش با خبر بشید. نظراتتون، پیشنهاداتتون قطعاً برای من بسیار ارزشمنده. لطفاً توی کامنت ها آهنگ هایی که دوست دارید یاد بگیرید رو بنویسید.